خب دوستان عزیز من همینجا میخوام که یک نقطه در صحبت بکنم در مسئله همین دیکتاتوری رحمانوف و ای از کجا قیاس میگیره، از کجا از چی کسا یا ای قیاس میگیره برای خودش اجازت میتیه. اصلا کاری که امروز رحمانوف میکنه شاید سالهای 1930 تا 45 تا 50 تا 60 دیگر دیکتاتورها میکردن که امروز شدن حکمشون میکنن و دنیا جامعه دنیا میگه که او دیکتاتور بودن، او ظالم بودن، قاتل بودن. رحمانوف هم امروز با همو شباهت ها، با همو مثال ها و خودش شبیه اونها میکنه، در حالتی که در شجاعت، در حفظ وطن، در شخصیت نال است، با یک پای اون افرا برآمدن نمیتونه. با طور مثال خودی ستالین، یک بارم یک سبک بگذاریم. مثال اصلا سیاست استالین همین بود که یک سیاست داشت که با کودکان بازی میکرد، با یک کودک هم چون کودک اصلا همین سیاست کودک یک چیزی بیگناه هست، نه یک چیزی شیرین است. اصلا هر کسی که همین را ببینه رحمش میکنه. مثلا یک راهبر وقتی با یک کودک سرشم نوازش میکنه، یک کودک را دست میگیره، خیلی مردم او را عزیز میشمارن، در حالی که استالین کم جنایت کرد، استالین کم خیانت کرد، کم کشت، کم قاتل بود. لیکن به اندازه رحمانوف خیانتکار نبود. استالین نفروخت، استالین جنگ کرد، وطن ساخت. این همین سیاستی که او میکرد، عکسای کودک‌ها را میگرفت، یک کودک در آغوشش میگرفت، خب در یک باغ سیر میکرد، دستش میگه گلش میداد. رحمانوف هم همون سیاست گرفتگی از پیش رفته است. یعنی 40 50 100 سال پیش این واقعه رخ میداد، این دیکتاتوری ما نه با وجود رسید. مثال گیتلر هم همین سیاست داشت، یک کودک دست میگرفت سر گشت میکرد. یعنی گیتلر امروز دنیا همچون یک دیکتاتوری شدن قبول میکنه، اما برای وطن کارهای انجام دادن، وطن مهمترین چیز برای یک راهبر خیانت به وطن کردن است، یا وطن نفروختن، یا برای خاک وطن جنگیدن، حتی تا کرمل جنگیده رفتن، حتی تا مسکو قریب بود که مسکو هم میگرفتن، چند کیلومتر مونده به مبارزه بردن. یعنی ببینید چقدر نیرو داشتن، چقدر قوت داشتن، با اینا برابر شدن احمقی هستن. اما در سیاست شبیه همیو هست رحمانوف. یعنی کارا را نمیکنه، من براتون نشون میدم. اینا این بود دیکتاتورهایی که تاریخ اثباتشون کرد. خب دیگرش میبینیم. مرحمت خودی رحمانوف. اینا همون کاری که اون قبلا میکردن. اینا مرحمت. محافظا را در پیش بینید. اگر اون قدر غمخوری، اون قدر پرزیدنتی مردمی گفتی که ای آدم محافظ بسیاره. اینو نگاه کنید، حالا ببینید. اینا اصلا عین شکل گویا پرزیدنت غمخور است، نه؟ همو کم قتل کردن، کم کشتن مردم، کم مردم زندان کردن. سیاست هاش در سیاست شبیه با دیکتاتورهایی که در دنیا تاریخ ساختن با اونها خودشون قیاس میکنن. لیکن در عمل اصلا شاید یک موی سری اونها نتونه شده، به اندازه او شاید یک گردی پای اونها قدرت نداشته باشه. در سیاست، در برنامه، در سترکتورای دولتداری نمیشه با اونها قیاس کرده اگم ذره. این بود دوستان از یک قیاسی که من رحمانوف شباهت دادم با شدیدترین دیکتاتورهایی که تاریخ با خطهای سرخ کلان نویسنگی هستند که چی کارهایی را در زمان راهبریشون بالای بشریت انجام دادن و چقدر قتل و کشتار کردن. این را تاریخ اثبات کرده است.